سلام دوست عزیز، خدا کنه جور و صحتمند و سرحال باشین، در هر گوشه دنیا هستین، خوشحال خندان باشین، لایک کنین، شیر کنین، سابسکرایب کنین. دوستای عزیز، ما امروز میریم تلویزیون خریدن دیگه. مادر ما گفتیم که چرا تلویزیون نمیخری، گفتم که این ما خراب شد، این تلویزیون ما خراب شده دیگه. تلویزیون بخر گفت که برو خرید براتون جور میکنیم. این خود خراب شد، یک پیر دیگه جور کنیم، باز خراب شد، باز حال جوش کنیم، باز خراب میشه دیگه. حالا باز خراب شد دیگه. این گفت که میمونم چی میکنم، میفروشم چی میکنم، مچم دیگه نمیفهمم. گفتم چرا با ما نمیخری؟ گفتم که این خراب میشه پس چی میشه، پس جور میشه. گفت خیر ای دیگه دکه خور شده دیگه چی نمیکنیم، میشه جورش نمیکنیم. گفت که برو باز اگر شد میفروشیم، اگر شد جورش میکنیم که باز خراب نشه. دوستان عزیز، خیلی باش که بریم ببینیم مادر جانم چی میکنم. بهار جانم این خانه رو قلف کردم که بریم ببینیم مادر جان و بهار جان چی میکنه. بهارم در پیش تناب استاد است. بیو. سلام دوستان عزیز، خدا کن جور صحتمند باشین، در هر گوشه دنیا خوش خندان باشین. بکنید شیر کنید. چرا به چشمات بود کردی؟ دوستا آمدیم پیش مادر جانم. مادر جان چی میکنی؟ باش بس جان باش بس کنی خود جان کنم. خب باش پس بیخید دیگه آبرا ریکارد است؟ خواه. سلام دوستای عزیز، حتما دو سر حال باشید، در گوش و کنار که هستین، خوش باشین، بخیر باشین، زنده باشین، قربانتان. دیگه امروز قرار است که بریم باش اینجا رو جمع کنم بسو جان تا پس بیم برای بسنتی جان، بهار جان و حسیب جان یک دانه تلویزیون بگیریم. تلویزیون ما خراب شده بود، جای میمانی رفته بودم، امرای کرشمه جانشان بود از پیشی لاین تلویزیون انداختگی بود، برقا آمده بود، تلویزیون سوخت. وقتی که آمدم حسیب جان برای قصه کرد که مادر جان تلویزیون ما در گرفت، دوداش برآمده بود، دود کرده بود. نگه بسنتی جان بهار جانم درس میخواندن، همون روزم تو بوده. نگه امید جانم خواب بوده، حسیب جان شیده بوده که کارتونی سعی کنه. نگه یک ماه میشه که بسنتی جان بهار جان همراه حسیب جان کارتونی رو نیدن. چی از کارتونی ها نامشون؟ شربر مقدیس در بهار جان بگی؟ بابا اسفنجی نگه سندریلا، دختر یخی، موتلایی همه قدر از دیگه. دوگم کارتونی از سکای نگه با یک رقم مرچگک های شوخ که هست که یکون دفعه میپس که برای شوخ بعد میه زیستم چیه؟ زای آفرین، یک قشوخ هستن که بیخی بی اندازه باز زیادتر همون سعی میکنن. باز ما میبینیم که کارتونیست میپس کنید که من خوش ندارم به خاطر بسیار زیاده شوخ هستن. یعنی اگه باشون به اندازه باشه، شوخی دیگه قضیات هم به درد نمیخوره، بازیده زیاد بسنتی و بهار جان خوش داره. اگه امروز خواستیم که اگه تلویزیون جور میکردیم بسنتی جان از دردش که گفتی کلونا پو دیدگی زیاد میشد. گفتم خودتون گفتی؟ خواهن دیگه گفتم اگه جورش میکردیم باز پس خراب نشد. باز چرا که خود دیگه کنه شده یک بار که یک چیز پیش دکتر خب مادر جان یک باره که میفروشیش نگاهش میکنی چی میکنی؟ تلویزیونه؟ و فعلا نگاهش میکنم مثل که یک بار من میگم که خیلی ایرم جور کو، ایره با ما جور کو. وقتی که ما بیایم کارتونی سکنیم پالا میگه بطری موتا که ما خبره رو سکنیم خیلی او خرابه با ما جور کو، ایره شما بگیری. امکان نداشت بسو جان، امکان داشت به پیسه زیاد دیگه. تو که پیسه یک مقدار زیادتر میدادیم برای جور کردنش، خود چرا باید از یک تای دیگه بخریم که نوام باشه زود پیش دکتر رو گفتی یک تا نه چیزی که نوام باشه با زود خراب پیش دکتر تلویزیون نره دیگه. باز اگه چیزی که کونه باشه خراب باشه کمره رو بس وجود صحیح راست بگی؟ راست. اینه دیگه. باز زود پیش دکتر میره، باز از دردش کده چی میگه دیدگی زیاد میشه. یعنی ازو کده که چیز نو میخری و چیزی که کونه میشه بار میبریش به جور کردن پیسه ازو زیادتر میشه دیگه. میریم که معلوم نیست که نو میگیریم یا دست دو میگیریم بس وجود هرچی که خوش موند دیگه. هوا بسیار گرم است، ما چای خدا خوردیم، منتظر بسو جان بودیم که بسو جان از مکتب بیام. بسو جان اومد، بهار امروز نرفته بود به خاطر که شو مریض بود، یک ذره نارام بود.
خواب بود در چی که شورش میدم بهار هیچ مریض بودک باز شب که مریض باشه صبح نوقت یکی کورپشه می آمد میخورد ما شما از مدقات جالی مدر آمد چرا قپشه خب چوچگک از صبح نام کورپشه از راستی هم که شب بیخواب مقرد اقا خورد من بالای سر من بز میکرد باز بخواین کمپال گرفتم باز خواب بود امروز یادم بده که از دوای تارمار که میگن نزو بگیریم باز اسپریس در خانه بزنیم که نبیه اسپری رسیب جان خلاص کرد بگم چی میکرد او خانه داخل نمیشه از رای ورسی از رای دروازه دالیز آمده بود از رای ورسی که پیوجان دروازه ورسی دالیز آواز مانده بود از خاطر یعنی خانه خود جالی دار نمیه باز امروز چی میگیم دوای تارمار میگیریم پس خانه رو اسپری کاری میکنیم بشه آرام بشه دوای که تارمار که دیره به زنبور بود ده باز دانو پیش تشنابک خانه ما چی گر اونجا خانه زنبورا بود میگر میزد میگم او بچه نک زنبورا از خاطر میزد که باش مرا نخوره او رو تو که بخواه هنوز تا اندگاش چوچه میته بازو پس کلان میشن زیاد میشن تو که هرچ شکر خدا رو شکر است که بسو جان پس سر زبان آمده دیگه باز نگوین که پیش پزکی میگن که باز اگر گفتی نه اگر پدرم باشه گنگه میشه اگر نباشه باز راحت کرد چرا بس پدرت میشید می خود دوستا دیگه حمید جان و حسیب جانم رفتن به نظرم سلمانی رفتن یا پایان تا شدن مقصد گفت که اگه سلمانی باز بود موی خدا جور میکنیم اگه نیک نبود هیچ دیگه ما و بسنتی جان بهار جان میریم پایان میشیم در پایان باز برش زنگ میزنیم هر جایی که بود پیداش میکنیم باز میریم بخیر طرف سیدی قمر یا جاده نادر پشتون همونجا میریم که معدن تلویزیونو همونجا هستن دوستا دیگه بسنتی جان ما آماده هستیم خدا بپوش مادر ما بپوشه خیره بوت ما بسته میکنم چسبک داره میکنم چسبک داره میکنم خیره بشکن ما بشیدیم بهار جان جلو برکای تا پشیدی؟ بهار جان از خود پایکای شرق میکنه باز از اون خاطر نپوشیده دیگه بسو جان چپه نمیدیم چادر پوشیدگی است ما آماده بودیم فقط منتظر خبر خب باش دسکال ببین از این دسکالکای پلنگی دکل جای مو شدن چپانش برآمده کالش برآمده وقتی که رفتیم ده شهر روزکا که کالا میخریدیم رفتیم که دیدیم که یک زنکه دسکالش هم خریده بود چپانش هم کالایش هم بایکش هم خریده بود از این را بریم که نه جان تو قایم که بازد بیا سیس دیگه تو ما رو باز ماندی بیا پیو جان خب من خیلی مادر جانی را اولی بود من زیر پشتک خدا من بزنی نه یا باید پشتک من بزنم چون از پشتک باید بیا بودو از پشتک خود از روی پشتک بیا بودو پدر تو باشه باز بیرون نمیمونیم اون رو برنامه دیکار کنیم نیستم روی ما اینجا بیکار داری بس اونجا متوجه باش یاده هم بود که دیو جان بس بای از همه خاطر از زیب جان همراه همی جان روان کردیم که من خودت تا کنم یا حسیب جان دستکاب ما بگیرم چپانم یا چادرم از همه خاطر بیا بسو چپان کنم اینجا خودشه سنگای تمام کنم بریم جایی رو نگیری که ایک مانان داشته باشی نیمونه باز کسا بسو جان گفته بود با هرای با بسیره جان چه قرویشون خراب است موارد بکن هنوز قسمت های خوب بشه برتان میگیرم اگر یک سره بگیرم بگوی آفرین تان که تو سلام دوستای عزیز خدا دوباره خوش آمدین نظرت بودم گفتم که همین جان سلمانی هم بیروبار بوده بله خود دیگه بگو بر من نه بیروبار بود که کتوی جان میرفتیم خود بیروبار زیاد بود باز نشد دیگه رفته دیگه حسیب جان هم اینجا هست حسیب جان سلام سلام دوستای عزیز خدا صحتمند باشید دیگه کوچه یک ذره بیروبار است کوچه بیروبار بسیار زیاد نمیشه هولادارم امروز خدا بریم باز نارام میباشیم بس که دیناری شهر رفته بودم همیجا بس از خاطر هولادار نارام بودم مثلا جان کتاب که من تخم پخته میکنم البته من برای تخم خانه خدا نخواسته در نگم از همون خاطر یک ذره نارام بودم
هر جا که بریم هوادارم رفت میبرم. حسیب جان مبارک باشه کلاوکایی. او زنده باشی. زنده باش. خیلی زنده باشی. یا من رقم گرفته باشه مامایشون سیار جانم. بسیار واسه چیرا کرد کاراش میشه چیرا کرد. یک طرف تو بان شد. دیگر چون ما یک رنگ لباس میپوشیم. اینجا رفتار جان برای دوشان در کشخانهشان یک دست بکنک است از همونجا گرفته گرچه خیلی زبرجی نگیدید میام جان در خطیمون خیلی زنده باشید همیشه دوستا رو تا بود باده یک ذره اقتصاد با خوب شده دوستاشون زود خانه چار دور قمیز همیشه وقت ما بیمون است وقتی میگه که کسان میکرد کسان میگه کار میکنه میفتونی میکنه از خواهی زنی سیبه باشی. آیا که سوال شده که سلطای 10 بجه 11 بجه من برادرم بیچاره از این خانه منتر آورده مارا بوده که به یک جای بزاره میکنم دیگه نمیشه که ما کل قصای فاقیدای مورم کنیم دیگه باز وقت میشد بیچاره آرد میآورد بر ما روحن میآورد سودای خانی مورم میآورد دوال نمیشه که ما بگیم که ما خانی تا میاییم باز ما بگیم نمیم جان معلوم است که همیشه خریجان با میبار شما بودیم آن تو بودمی؟ بله خیلی باشیم زنده باشیم دیگه که سرک شدیم نمی جان یک تکسیگه که بگیریم دیگه باز بریم به خیلی طرف شد جان نافتره بار است مزایم کس نشیم یا کس مزایم ما نشه و دوستا با ما باشه تا شاره خیلی پا یک ذره آنامتر است دیگه 3-4 جایی تلویزیون رو بک کردیم مشکل کنیم ماسک با نگیریم پس ماسک بریم قیمت رو 22 نو چینه یک قیمت بودم بله خب هر چیز قیمت از چیز خوبش میدیم اون دکان دیگری میدیم بیا ببینیم که هر جای مناسب تر بودم اونجا مال خوبش بود از این دیگه تو ماشینه نه؟ نداره تلویزیون نداره؟ نه نداره این از ما که پیش میدم اینجا مثلا جان به هاتان بستم بسیار بسختی اومدیم چقدر شاید گروبار بود رابندان مدرسه که پاکدرها هرکن حالا چی بود هر چی به چاپچی باشه ولی برد نیستم نیمه روز است نیمه روز دیگه یکون جای دیگر میدونم من تلویزیون اینجا هست بریم اینجا چی کن؟ سلام علیکم تلویزیون های 43 داشت لالا قیمت هایش چنده پدر جان؟ 43 باز ما هم مالان داریم خواه دیش و خواه بکر رسیدن هم بقیل که بهترین باشم خواه شما ایکس یا دیستیکل؟ نه دیستیکل ما کار نمیدیم از ما نمست و میدین مالیزی هم مالیزی هست خب چند از قیمتش؟ من چرا گفتم نه از دلمون هست بلند نگفتی زیاد؟ 43 ولی باز ممکن چینایی رو باید باشیم نه خواهر نه اینجاست نه از کلان داریم برای کلان داریم با دو شیشه یک شیشه دوش داریم هم دو شیشه داریم خب چرا که یک شش کس یک رقم باز چیز میکنه نه؟ دست که میخوره باز یک رقم داغ میه دو شیشه برای خواهم میکنم خب باز شدش چند است؟ آفتاب قیمتش برای شما پوری 11 نه باز بلند گفتی نه بلند گفتی نه اگر ارزان بخواهی کیفیت پایین‌تر دارید چینویش ارزان است واقعیت ارزان است والا خدا کل چیز از دکانه برادر ما وسایل برقی ماشینان لباسشویی انشالله اجازه خدا باشه بابا جان وقتا خیلی بیرون شده پیش برو دیگه با اگر پایین یک ذره مرد میکنی که بگیریم یک دانه و ما خب بیام کردیم 5-6 دکانه خوب کردید داداش خودت اگر پس حالسه که مثلا
از ما به یخچالا میگیم این دولسون قیمتشون 28,000 30,000 مفترکش میده. ولی که یخچالای چی داریم و چینایی از قیمتشون با 13,000 12,000 کلان میسازش. نمیشه که دیگه رو چی. نه وقت میگی برند جنس اصل باز میگیریم. روش میکنیم که چه سیتر. آخرش چند بتیم تو بازم. بیخی دیگه فاینال براتون گفتیم 11 و نیم و 11 و نیم هم نه 11 هم نه براتون پور دونیم حسابش میکنم دو دیگه دون پیش کنم 43 پور است یا 43 پوره با چقدر گارانتی داره گارانتی از تا که ما تو زنده هستیم ما چیز اصل دیگه هیچ وقت خو خیر امون نوع پخته میتیم باور بیخی نه نو هزار پیام داریم اشتونیم هم داریم هر رقم بخوایم مگر ما اون بهترینه بر شما گفتم که دیش و قاب و فر رسیفر هر چیز به اجبار شد اسمارت کوالیتی بهترین و حتی از تصویر که از گارانتی کردن نمیتونم از تصویر هم گارانتی میکنم چون جنس ما اصل است اول دارم از اول شدید با چند مش آخره خب نو خود گفتی دیگه حالا خب نوی پوره خب قیمت کل چیز داره یعنی قیمت هست اینجا؟ بله 9,000 میگه 9,000 میگه تلویزیون که دوی میتونه خودتر باشه خوب است خوب 43 از دیگه خود زیاد کلان هم نیست اینجا که 50 چه رقم بوده ذکر رقم بود؟ یا دیگه دیگه قبول تا ذکر کلان ترش نه قیمت چه؟ اونجا نه پشت کارتنش که 50 نوشته بود قیمت چه نمیفهم چند گفته بود یعنی از ذکر خود بود نه از دیگه یک سایز خورده تو چی کنیم؟ دوستا با ما باشید تا ادامه برنامه خود دوستان کارت هست اینجا؟ دوستا آقای برادر اینجا اومدیم ببینیم یک تلویزیون دیگه دفعه خوش برادرم که جنس خوب مال خوب دارم آمده که خیلی بجنی داشته باشه دیگه من خدا در دکان همه چیز خدا یک تلویزیون رو همه این داده است چک کنیم شد همین جان در قیمت جور آمدی؟ قیمتش جور آمدیم مشکل نداره قیمتش گپ زده بودیم کتیش حالا فعلا ایره چکش میکنی فعلا؟ با شما یک تصویر میزنیم خواه چون تلویزیون که از در مجموع اگر از ما بگیری از هر کس بگیری گپ سر تصویرش است وقت شما تصویر سعی میکنیم باز اون وقت دو تا ریموت داره یا از کمپانی تو ریموت دیگه یکیش خراب شد میفهمم بله یکیش اشتراک نیست اما ریموت چی باتری را بده وایس ده ها جان ریموت بیارس بشه میاره دیگه چی خوبیا داره لالا جان ایره توضیح بده که باز مشخصات از این که هست در مجموع کل تلویزیون‌های اسمارت است اندروید سیلز است روشن کنه باید ببینیم چه رقم است موبایل خود داره چه براتون میدونم ایرم چیزای شایارش کدم تاوه بام تاوه که از بازو گپ بدی است تا کاسه نباشه لاین کاسه رو نزنیم خب لاین کاسه را که بزنم معیار است باز سیستمش باز سیستمش عیار است فقط شما لاین کاسه رو که بزنیم اون ساده است عیارش حالا ما با شما این دوش چه داره یک شلالا آره براتون این دوش چه اول گلاس است و یک شل اگر تو بزنید چک میشه مشکلی اصلی تبعش است یک شی نیست خب بله زنده باشه نه و تصویر شما فول اسکرین است کمپانی شما خوب باشه که نسوزه تلویزیون خود دیدیم که سوخت دیگه جور کردن نبود یه خوبی از این است که انرژی سیوینگ در خود داره یعنی اگر برق میره و میه نمیشه یا جی جان خب در افغانستان خود زیادتر برق میره و میه دویمی نیست از اون خاطر یه انرژی سیوینگ داره یعنی انرژی رو در خود نگاه خیلی ببینید زنده خانال چقدر مرد میکنی لالا نک قند پدر اینا ما خب با شما گفتیم ماه فروشات ما 11 و نیم است و شما پاک یک باشه 9 نیم میشه از هیچ کم نمیشه سمارت اگر ساده میگیریم با ساده داریم تا 9000 8 نیم و خوبی از این کمپانی هایی است که یا مارک خوردگی نیست
قطع شده. خب همون چیزی که پیشتر گفتمش صحیح است یا همون مشخصات داره. نمیفهمم ما بیرون بدیم تو چند گفتی برای 9000 سیس بیادر جان امرای 9000 چطور است خوب نیست 9000 داره مسئله خوب بودن نیستی با ما قیمت ما داریم تا 9000 چلشه نه امیر رابطه تام از نگاه خود این رقم که متر کنین مرات شما شده ان ما 11 12 بلا برتون نشان میدیم کم نمیتونیم نگاه شما دو شیشه است این هر کس داد در 9000 9000 چه شما پیسه نمیدید فول اسکرین خیال تو چند میتیره با ما 9500 فاینالش خیره بیان کنین اگر قیمت بود مال خود خبر خیر امیر بستش کو در بیرون در یک قنده پدر جانو پدر اوکی هستم شما گرانتی هم داره والا یک سال است تخت پاورش خب از سوختگیش تخت پاورش میسوزه زاد دیگه تخت بشونه قربانه این پلاستیک روش است این پلاستیک است که فعلا در کارتن میمونیم که خط نشه بازی رو شما پس کنید بخیر باشی از ما زیادتر بکرسی چیزا هم دست خوب پرچه نیست دو تا جان باشه قربانت بخیر باشی این با در جایزه هم آدم سم میتونه گرفته؟ این که است این همی خوبی مارکت که است از هر دوکان که است یک جنس خود ما همون تو مارکت هم یک موتر مانده 2025 تشویقی به خاطر مشتری هایی که از اینجا جنس میخرن خیر ببینیم با واسطه و دوکاندار فایده نیست قربانت بخیر هر کسی که میخره از 4000 افغانی بیشتر شود شامل خوراکشی میشه یعنی 5000 بخیر باشی زنده باشی قربانت امروز ایندم بیرون دکان بکشه خب بلش نمیشتم کنه بل نمیشته کجا خب بهار پیسه را بتش که بتشه حسنتی به نام امیدالله باشه پدر جان خان باید نمیکنم کل چیزش باشه بگو خب؟ کل چیزش هست بیش و خواب در بینش هست خب و فقط شما یا زین کاسه رو میزنیم خلاص بخیر بشه بده با شما زمانات هم نشته کنیم خب بده پیسه شه مشکل نیست نه بخیر بشه لالای کن نو پایسه درست بخیر باشی زنده باشی قربانت لابرتبش میکنه سرش با شما چسب میکنه خلاص چگه نمیتونه حساب شما خب دیگه چون روسیه یک موضوع که در این خوراکشی است ماشین سوئیس بسیار چیزا بود تا 5000 توفه از اینجا خریداری کردیم باز خوراکشی حالا میبرم اونجا که برادر رو باز براتان بریم در خوراکشی شما میگم میبریم خدا میروان است که یک موتر کنه یک موترسیکل خوشاید برای بسیار خیلی دوستا با ما باشد تا ادامه برنامه خب بریم بخیر سون خانه میریم بخیر سون خانه میریم باز میبریم بلا اونجا با برادر میتون توفا رو نشان
توفه جایزه برکشی میکنن از این مارکت خریداری میکنی باز چی میشه یا برکشی میشه در هفته خودش دیگه که یا میبره یا نمیبره و خوشگاه این سیم که اینجا چی داره چیزی هست شفیق زنه دیگه برای چی داره یعنی جا بکشه چی که برای نصیب قسمت نه برای باید زور کنه ایزم میتو سره یا چیزی خیلی باشه دوستاش میتونی کنم نصیب قسمت هر دیگه هست می باشه میشه بر ما یه چیز نداره که زنگ میزنیم میگیم که برنده شدیم حتی ماشین خیلی هم هست چیزاتی که دوستا با ما باشیم که دفعه تا خانه یک موتر بگیریم میریم خانه اینه من قشتو کاسته بنوان شما را ترافیک گیفت کنم ترافیک تو جای داری؟ حالا ما قشتو کاسته دالا بانشه ما میرم بیاد اینجا برخه بیا اگه بگیم ما پیشروی بگیریم شه توجیه رو بکتون با تکلیف تان نکنه نمیکنه خود راحت میباشه دوستا دیگه اینه بخیر خانه رسیدیم آمدیم هوا بسیار گرم بود اسیب جانم گرمی کرده بود در زینو تو زود بالا میشد میم چرا می گرمی خود گرمی کرده آستا بالا شد بسیار زود بالا میشد دیگه هتل میتونه خورده از دیوار پایان کردیم چنگکایش برابر نبود خورده کلان بود اما تو بتانی جا بله نه فرق میکنه جایش فرق میکرده دیگه باز خواستیم که همینجور باز بره پایان بیاره چنگکایش وزن زی نسبت از او کده زیادتر شاید باشه یکم گرنگ است از او کده گرنگتر 3240 است دیگه تفاوت قناه داره به خاطر ازی که باز پیچایشان فرق میکنه وزنشان فرق میکنه کار خدای نخواسته از دیوار پایان نفته دیگه یا یک اعضای فامیل وارست تلویزیونم مثل که ما یکان مشکل می داشته باشیم برنامه ما نشر نمیشه یا بی برقی می باشه و ویفا خراب می باشه باز کسا داکومنت ها یا زنگ میزنم که چرا برنامه تانه نشر نمی کنید اما تو ما مبرای تلویزیون ناتحت کردیم. تشکر دوستا از اینکه تا بار بیننده برنامه ما بودین. قربانتان زنده باشین. همه هموطنای عزیز ما نور چشم ماستن. وقت خوش برتان میخوایم. خداحافظ. خداحافظ دوستا. خداحافظ. دوستا از لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید برنامه ما. دوستا یک مچا کویسیم چون؟ بگو خداحافظ. نه.